یکی از مریدان آمد پیش استاد خود گفت میخواهم محمد صلی الله علیه و سلم را در خوابم ببینم. بر من بگو که چیکار کنم. استاد به مرید خود نگاه کرده گفت ای فرزندم، امشب برو خوراک های شور بخور. وقت خوراک خوردی آب ننوش، تشنه خواب بکن. مرید رفت خوراک شور را خورد و بعدا تشنه خوابید. او را از تشنگی خواب نمی بود و در فکر آب بود. خود را از این پهلو و آن پهلو میکرد. ناگهان خوابش بود. چون در فکر آب بود بحرها را خواب میدید و شرشره ها را خواب میدید و صبح شد از خوابش خسته رفت پیش استاد خود. گفت استاد جان، شما بر من گفتید این کار را بکنم و من این کار را انجام دادم تا صبح آب خواب دیدم. استاد گفت فهمیدی فرزندی من، همان طوری که تشنه از غم آب خوابیدی و همان طور تشنه از غم رسول الله خواب میکردی. رسول الله را در خواب میدیدی. آیا شده است که یک شب در بستر خواب از عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را خواب برده باشد؟ ما کو رسول الله را در این دنیا ندیده ایم. آیا این لیاقت بر ما خواهد بود که رسول الله را در روز محشر ببینیم؟ آیا این لیاقت بر ما خواهد بود که ما در روز محشر در کنار رحمت للعالمین باشیم؟ از خداوند بخشنده و مهربان می خواهم که تمام امتان محمد صلی الله علیه و سلم را از شفاعت رسولش محروم نگرداند. آمین.